یوری نیکولین تاجیکستانی و انا میای تو نبوری لیم همتون همیشه مانندی این حاجی دوست مراد خرسند خوش رو بز ما امروز در خانه گوهربانو مهمونیم در اینجا سربلند باشید. سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان، که البته که ما هنرمندا هر وقت سرجم میشیم، یک جا سرجم میشیم، همه بناور گرفته هستن. اینا بابای میرگانم. السلام علیکم نویر حقای بومی. این نویر حق خیلی شده یاد کردم. کنساف یافتم شه. و ما همتون دوست می‌دارم، همتون یاد میکنم. لیم همتون همیشه مانندی این حاجی دوست مراد خرسند خوش رو بزید با عقل با فراست باشین. به همون مراد مقصد میپرسیم. الله زنده باشه. انا بابای خالدار بویان در اینجا هست. اینا یا خورم کیه کرایه ایشم هم خدمتی خود مای. سلامت باشید. نکنی یه وقتا یا شو شو اینجا نه؟ خب زنده باشه. ان اینجا اومدیم راستی گپ یک جایی که امروز یا بناورگیری دارن، البته که صحنه‌ای نو جالب در کانال میرگان شو هم تماشا میکنید، در کانال بابای خالداربوی هم تماشا میکنید. حالا ما شما دیگه نشون میدیم که هنرمندا کی سرجمن. حالا اینجا من اینجا بدم گوهربانو کجایی؟ همینجا دیم. السلام علیکم. اینا اپای گوهر. علیکم سلام علیکم. ما امروز در خانه گوهربانو مهمونیم در اینجا. سربلند باشید. تشکر برای نون نمک. هزار رحمت که آمده بی‌نداره. به خدا خیلی خرسند شدم. هزار رحمت. سلام. اکای ظفر استاد عزیز ما ظفر ظریفی در کجای که با اینجا برو خیال. این تلفن در دست باشم. یکی ما و دیگر استادای بزرگ احترامش میکنن. انا یوری نیکولین تاجیکستانی و انا میای تو نبوری. یکی از هنرمندای نوتکرار که آدم در پیش تعریف نمیکنن. ظفر ظریفی استاد عزیز ما استعدادی که این مردک داره در تاجیکستان نگام هنرمند نداره. ایرای تو نبوری. زنده باشی استاد جان، سلام باشی. آخه به حدی استاد ما دوست می‌دارم و حج و پشتن میودم ما انتخاب کردم. من باشه اکتور دراما و کینو بودم، ما چیزای درامایی میکردم. نه که حج به این مرده که دیده ما هم حج دیگه شده. همین موسیقی بابی تو رو همون بیره حق. باشه بابی میرگان مامو. همین موسیقی بابی تو رو همینا بیره حق. زنده باشه خداوند نگهبانتون، در کجای باشه نباشه همه وقت باید خدا باشه. زنده باشه خدا نگهبان. دوستان عزیز، در آخر انا می رقم را میمونم. کسانی که بلیت میخرن، چی دولت اروس باشه چی دیگر دولت ها، ترکیه میرن کجای میرن، این رقم ها زنگ بزنین، بلیت ارزان برای شما. اینا با کانال یوتیوب هم دارن، واتساپ هم دارن، همه چی دارن. مرامت اینا بدروین فقط زنگ بزنین. ایشون از زنگ زدن تو سربلند خونه بود باشه.